سال سنه 3 دکابر همچون روز بین المللی شخصان دارای معیوبیت در کشور ما قید کرده می شود. با این مناسبت در دایره لایحه تشکیلات جمعیتی نور امید مسئولیت بیشتر، ظرفیت بهتر و دیگرگونی‌های عمیق‌تر با مبلغ‌گذاری تشکیلات بین المللی مثل شهر در شهر و دیهات پنجکین یک سلسله چاره‌بینی‌های معرفتی، اطلاعاتی و بشردوستانه گذرانده شد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 32 دهه اماندره با تشبث تشکیلات جمعیتی نور امید، دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، رهبریت این مؤسسه تعلیمی، گروه دستگیری والدان و سهمگذاری شخصان سخاوتپیشه بخشیده به روز بین المللی شخصان دارای معیوبیت یک چاره‌بینی خاطرمان برگزار گردید. مقصد و مرام این چاره‌بینی با بلند برداشتن سطح آگاهی خوانندگان نسبت حقوق انسانیت و ضرورت محیط دسترس برای شخصان دارای معیوبیت، تشویق همدردی، احترام و همبستگی میان کودکان و نورسان، اینچنین فراهم آوردن محیط مساعد برای رشد استعداد و فعالیت اجتماعی شخصان معیوب روانه گردید. در این چاره‌بینی 32 نفر کودکان دارای معیوبیت از دهه‌های هدفی دعوت گردیدند. اینجا هنرهای دستی آنها در نمایش فروش به معرض گذاشته شد و این تدبیر با یک استقبال گرم اشتراکچیان روبرو شد. اینچنین آزمون‌های بهترین رسم و بهترین انشا در موضوع معیوبیت گذرانده شد. مورد ذکر است که در تشکیل و برگزاری این چاره‌بینی صاحب سرور مؤسسه تعلیمی اولوغبک نوروف، راهبر گروه دستگیری والدان کودکان معیوب هلاله عبیدالله و رئیس شرکت کشاورزی فردوسی سرحد عبیدالله، گروه مهاجران وطن دوست با راهبری ایسایوف خیلی کلان است. در جریان یک چاره‌بینی خیلی زیبا و فرحبخش آموزگاران، خوانندگان، راهبریت مکتب درباره برگزاری این چاره‌بینی اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی کردند و به راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، تشکیلات جمعیتی نور امید و همه آن تشبثکارانی که در تشکیل و برگزاری این چاره‌بینی سهم گذاشتند عرض سپاس کردند و تاکید نمودند که واقعا امروز جامعه باید برای دستگیری کودکان و شخصان امکانیت جسمانی داشته از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده نمایند. اینجا از طرف خوانندگان این مؤسسه تعلیمی برای اشتراکچیان این چاره‌بینی خاطرمان برنامه‌های ادبی و فرهنگی، صحنه‌ها با قرائت شعرها نمایش داده شد که خاطر والدان، کودکان، شخصان امکانیتشان محدود را خیلی شاد و مسرور گردانید. همینطور از طرف گروه مهاجران وطن دوست برای 32 نفر کودکان و شخصان معیوبیت داشته تحفه‌های ارزشمند تقدیم گردید. علاقه آگاهی پیدا کردید که جامعه امروزی با کدام مناسبت است، یعنی همه ساله 3 دکابر روزی معیوبان جشن گرفته می شود. ما هم بی‌طرف نیستیم، معیوبیت محدودیت نیست. ما هم کوشش میکنیم که به این معیوبان دستگیر باشیم، کمک رسانیم. موافق نقشه معماریت مؤسسه امروز جوامع بخشیده به روز کودکان و روز معیوبان گذرانده می شود و تشکیلات نور امید این جوامع رو می گذرانیم.
محبتی یگانه ای باورم برای جاودانه ها ای مهنم ترانه دلم ای گلشنم تراوت دلم جان و تنم برای تو بادا فدا وطن جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیشوا رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش وطن جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیشوا رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش ای کشورم سعادتی یگانه ای مادرم محبتی یگانه ای باورم برای جاودانه ها ای میهنم ترانه دلم ای گلشنم تراوتی دلم جان و تنم برای تو بادا فدا وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیشوا رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیشوا رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش سلام گویم اول نامی خدا گویم به پیغمبر دعا گویم سلام بهری شما گویم السلام چون مهری الله ذره های نور بیره دست پیشی برگرفته ما بگویم السلام نور دیده تاجی سر خوش آمده مهمانان شکر خدای میکنم که آفریده بنده رو از جان دعای میکنم تا بشکفاند مژده رو با صد امید و آرزو سر کرده‌ام من راه خویش دستم بگیرد آن خدا که طی کنم پیراه رو پرده‌های دیده پایاندازت ها نشکند هرگز پری پرواز
саломи саршор пур аз меҳру муҳаббат нисоратон бод устодон меҳмонон ва дӯстони азиз. имрӯз мо дар мактабамон ҷашне баргузор мекунем ба рӯзи маъюбон бахшида шудааст. ин рӯз рӯзи эҳтиром ва қадршиносӣ нисбат ба инсонҳое аст ки бо вуҷуди маҳдудиятҳои ҷисмонӣ бо иродаи қавӣ ва қалби пурмеҳр зиндагӣ мекунанд. маъюбият маҳдудият нест, балки як тавонмандии дигар аст. биёед имрӯзро мо бо меҳрубонӣ ва ҳамдардӣ пур кунем. ҳоло иҷозат диҳед ки барномаи ҷашниро оғоз намоем. این لحظه رقص در اجرای خوانندگان صنف سیوی. کودکان دارای امکانیتشان محدود داشته یکی از گروه‌های حساس جامعه می‌باشند که نیاز به محبت و دستگیری جامعه دارند. این کودکان هرچند که بعضاً در اجرای کارها و حرکت‌های جسمانی خود محدودیت دارند، ولی از جهت حسیات، آرزوها و استعدادها فرق ندارند. آنها نیز مثل دیگر کودکان از زندگی لذت برده می‌خواهند و در جامعه نقش ارزنده داشته باشند. Дети с ограничениями возможностями – это одна из уязвимых групп общества, которые нуждаются в особой любви, поддержке и заботе. Эти дети хотят иногда
испытывают трудности с выполнением физических действий, ничем не отличаются в своих. این لحظه راست در اجرای خوانندگان صنف 11B.
امروز ما درباره کودکان یاد میکنیم که دنیا را نه با چشم بلکه با قلب میبینند. کودکان نابینا نیز مثل دیگر کودکان زیرک، با استعداد و پرمحبتند. آنها آرزو، هنر و دل دارند و آنها نه رحم بلکه فهم لازم است. ما باید دنیا را برای آنها روشن‌تر سازیم. با دلسوزی و همدردی با محیط دستگیر کننده نابینایان دنیا را میبینند با دل پاک و روح روشن. این لحظه صحنه چه در اجرای خوانندگان صنف سیوی. آچه من امروز آدوره دارم. من دوگانه‌هایم را به خانه دعوت میکنم. اول سلام بودگیش دخترم. میدونم که تو زادروز داری. زادروز مبارک شود دخترم. تو میدونی که در خانه بغیر از نانی خود دیگر چیزی نیست. بر من فرق ندارم. من دوگانه‌هایم را به خانه دعوت میکنم. خوب شده است دخترم. آچه حالا ایسته. من به شما یک تای دیگر سخن دارم. باز چی دخترم؟ در نزد دوگانه‌های من نه برای چی دخترم؟ چشمتان نگیب است. من از دوگانه‌هایم شرم می‌دارم. خانه را آماده کنید. بله دخترم. آه دختری نافهمی من می‌داند که در خانه بغیر از نانیقا دیگر چیزی نیست. باز دوگانه‌هایش را به خانه دعوت می‌کند. آچه خانه را آماده کرده؟ بله دخترم. پس به آشخانه روید. سلام یاسمن زادروز مبارک باشد. رحمت. سلام یاسمن زادروز مبارک باشد. رحمت. سلام یاسمن زادروز مبارک. رحمت. سلام یاسمن زادروز مبارک باشد. رحمت. کنی دخترها به خانه گذاره؟ کنی مرحمت گرفته یگان چیز خورد حالا من نیایم. یاسمن خودش را تعریف میکنند. سری دسترخوانش را بین بغیر از نان قاق چیزی دیگری نیست. بیا کنی نان را شکنه. این نان را سختیش را بین شکسته نمیشود. آه این کامپیت در خیالم چند ساله. درها این کارتان نادرست است. دیگر این کارتان را در یگان جا تکرار نکنید. شاید در خانه‌شان چیزی میخوردگی نباشد. السلام دخترم. السلام خاله جان. میشود که همین را به درون مانه؟ خوب شد است خاله جان. شما کیستید خاله جان؟ من خدمتگار هستم. خاله جان ایستید چرا شما گریه کرده؟ من به تو یک سیر را میگویم. تو به هیچ کس نگو. من وعده میدهم که خاله جان این سیر را در هیچ کس نمیگویم. وقتی که دخترم یاسمن 4 ساله بود در بیرون بازی میکرد و در پیش سنگ پیشی پا خورده افتید. ما آن را به دکتر بردیم. دکتر گفت که دیگر او سیهم نمیشود. حالا باشم من یک چشمم را برای دادم. بازیر باشد یاسمن مرا میگوید که در نزد دوگانه‌های من نباید من از چشم مایی بی شما شرم دارم. وای مادر جان من را ببخشید. من خطاگی زیاد کردم. من خطاگی خودم را فهمیدم. هیچگاه نه دخترم. همین است که تو خطاگیت را فهمیدی. برای من همین مهم است. کنی مادر جان در خانه در راید. انا دخترها این کس مادری من. شما در این جشن من خودم همه کارهای خانه را میکنم. یاسمن مهم آن است که شما خطاگیتان را فهمیده
شام تو مگر خانه نداری دفتریشان تو مگر خانه نداری زلفی پریشان تو مگر شانه نداری هی دفتریشان تو مگر خانه نداری زلفی پریشان تو مگر شانه نداری دختر دختره سبب دستم دادی ماندگی گولی سرخ و سفیدم دادی دختر دختره سبب دستم دادی ماندگی گولی سرخ و سفیدم دادی چشمت گولی با دامو قدت نشکری از رخ سرعی توسی برگی گولی تازه ترین است چشمت گولی با دامو قدت نشکری از رخ سرعی توسی برگی گولی تازه ترین است دفتریشان تو مگر خانه نداری زلفی پریشان تو مگر شانه نداری هی دفتریشان تو مگر خانه نداری زلفی پریشان تو مگر شانه نداری رسلانی رحمان این وعده تو چی بود که بر من دادی پایم بر زمین نمیرسد از شادی این وعده تو چی بود که بر من دادی پایم بر زمین نمیرسد از شادی یک دو ساعت اگر با منی بتافتی گویا که هزاران تشنه را آبدی یک دو ساعت اگر با منی بتافتی گویا که هزاران تشنه را آبدی دفتریشان تو مگر خانه نداری زلفی پریشان تو مگر شانه نداری هی دفتریشان تو مگر خانه نداری زلفی پریشان تو مگر شانه نداری رسلانی رحمان رسلانی رحمان دفتریشان تو مگر خانه نداری زلفی پریشان تو مگر شانه نداری هی دفتریشان تو مگر خانه نداری زلفی پریشان تو مگر شانه نداری معیوبیت نه یک نقص و کمبودی بلکه یک حالت طبیعی است که به هر شخص میتواند روی دهد. ما باید کودکان معیوب را با دل و نیت پاک قبول کنیم و برایشان محیط مساعد فراهم آوریم، از این جمله محیط اجتماعی، تعلیمی، فرهنگی که به آنها امکانیت میدهند که قابلیت‌های خود را رشد دهند و حس حضور و مهمیت در جامعه را احساس کنند. این نوبت رقص در اجرای خوانندگان صنف سیوی.
این لحظه سخن تبریکات به رئیس کشاورزی عبیدالله فرهاد. امروز ما در اینجا جمع آمدیم تا اظهار احترام و دستگیری صمیمانه خود را به شخصان امکانیتشان محدود بیان نماییم. معیوبان شخصانی هستند که ناوابسته به محدودیت‌های جسمانی صاحب قلب بزرگ، نیروی روحی و اراده قوی میباشند. ما جامعه وظیفه‌دار هستیم محیط دسترس، محبت و امکانیت‌های با آنها فراهم سازیم. هر یک دستگیری ما خواه سخن باشد خواه عمل میتواند حیات شخصی معیوب را روشن‌تر، پرنورتر و قوی‌تر گرداند. ما باید معیوبان را نه همچون آدمان نیازمند بلکه همچون یک شخصانی قوی اراده و پرقیمت جامعه احترام نماییم. خوانندگان عزیز، من اینجا تحفه رئیس خواجگی کشاورزی تیار نمودم برای معیوبان که اینجا حضور دارند. انا در پیش خودشان در حضور مهمانان ما همین تحفه میسپاریم. تحفه اولین به تحسین یاسمینه ببینید، اردشیر، سمیه، سینباد. من از نام ماموریت مکه، از نام کورسی کلام آموزگاران، از نام خوانندگان، از نام تشکیلات نور امید و سرور خواجگی عبیدالله فرهاد منتداری همه کودکان را میرسانم. دیگر در آینده کارهای شما دوباره شود و دستگیر اهل معارف هستید، اهل مکتب باشید.
ҳамзамон барои он кӯдаконе ки имкони иштирокро надоштанд айёдати хонагӣ ташкил гардид ки аз ин тадбир волидони кӯдакони имконияти маъюб дошта сипосгузор шуданд. ин чорабиниҳо метавонад дар оянда барои баландбардоштани рӯҳияи шахсони имкониятшон маҳдуд, тақвияти ҳуввияти шахсӣ, эҳсоси баробарӣ ва иштироки фаъолон дар ҳаёти ҷомеа нақши муассир доранд. чорабинӣ бо рӯҳияи дӯстӣ, муҳаббат ва ҳамбастагӣ баргузор шуд ва бори дигар ба аҳли ҷомеа ҳушдор дод ки мо бояд ҳамеша дар паҳлӯи шахсон, махсусан кӯдакони имконияти маҳдуд дошта қарор гирем ва умедбахши зиндагии онҳо бошем.